دوا به خاطر چی میخورد؟ به خاطر مرگ. چی کنم این زندگی را؟ چی کنم مشکل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما در یک خانه هستیم دوستان عزیز که اعضای این فامیل متاسفانه چند شبانه روز نان نخوردن. طفلکای قد نیم قده که با وجودی که درس میخوانن به مکتب میرن مشکلات زیاد را متحمل میشن. عزیزای بر ما خبر دادن که اینجا این فامیل اگر شما برش رسیدگی نکنین، دستگیری نکنین، ممکن اینا تلف شوند. ما کمک های در واقع به شکل امرجنسی یا فوری آوردیم. قسمی که شما میبینین در داخل موتر است. آرد و روغن و لوبیا و نخود و چای و همچنان هایجین پک، حتی سطل آب آوردیم و در ضمن شامپو و روپاک و بسته های مواد بهداشتی دیگه که شما نگاه میکنین، کریم دندان و برس دندان و موارد دیگه است. انشالله پایین میشه به اعضای این فامیل به طور اضطراری گونه بهشان تسلیم داده میشه. بعد از انشالله ما با مادر بزرگوار این خانواده صحبت میکنیم، ببینیم در آینده بهشان چی میتونیم بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان عزیز، در کنار مادر بزرگوار هستیم و این دخترک قندولک رو نگاه میکنین. خاله جان میشه که از مشکلاتتان بگوین بشنویم که سختی هایی را که کشیدین؟ سلام با کار شما خیلی ببینین که ما را همه قدر مشکلات ما را زیر نظر گرفتین، آمدین از ما دیدن کردین، از خانه ما، جای ما، زندگی ما چند سال میشه که از روزگار آمدیم. پیشر که رفتیم مشکلات خدا گفتیم، پیش وکیل کوشه، پیش بسیاری جای ما را که زیر نظر نگرفت. دو تست نیست شما هستیم. مگه می خانه ما را گفتیم بیایم ببینین مشکلات ما را ببینین. ما کرای خانه نداریم، بسیاری وقت است. بس نه گیریه خاله جان، گیریه نکنین. از خانه جا ما میتا کرای خانه دادن نمیتونید شما برین. این زمین جا 3,500 کرای خانه میتیم. گفتن که شما کرای دادن نمیتونین برین ایلا بونین. خاله جان میگفتن بعضی دوستا که در چهار بغلتان هست میگفتن که حتی شما چند شبانه روز اولادتون گرسنه خواب کرده و حتی بوده وقتی که شما تا داخل کانتینر هم زندگی کردین. بله بسیاری در خانه بودن. در گرمی روز بسیار گرمی بود، شب بسیار سرد بود. امی 4 طفل که بسیار با مشکل من خودم از روز اول اجل که مارسی کردم در این مشکل مواجه بودم. بسیار مشکلات دیدم، بسیار وضعیت دیدم. و ای که شما چند شب حتی گرسنه خواب میکردین، کسی پیدا نشده که کمک میکرد، دستگیری میکرد؟ چون واقعا جان یک انسان خیلی مهم است، عزیز است. یا شما درخواست کمک کردین، کسی کمک کرد؟ ما باور رفتیم در امی پیش مکتب لیسی زرغونه شیشتیم. کدام وقت کدام نفر آمده در پداده 20 پداده که زیاد نداده. خاله وقتی که بعض اوقات مثلا در خانه تنها میشین و خودت میباشی با این دخترک خورترکتان است، با اینا تنها میشین دیگه، جز الله متعال کس نباشه، از خداوند چی میخواین؟ از خداوند میخوایم دخترکایم مرا نماندن که من درس بخونم، دخترکایم درس بخونم، از من که زندگیشون بهتر خوبتر شوه. بسیاری دواره خوردیم، یک دواره خوردیم که نمیاله مغزم چپه شده. دواره به خاطر چی میخورد؟ به خاطر مرگ. چی کنم این زندگی را؟ چی کنم این مشکل؟ چی کنم این وضعیت؟ یک روز خدا پیش خدا رزاری کردم، پیش مردم ها رفتم، هیچ کس قربان از خدا شم گروی من ندید. مشکل من هیچ رفع نکردن. گریه نکن مادر بزرگوار. و شما امید دخترکایتان هستین، امید فرزندایتان هستین که درس میخوانن اونا. مادر بزرگوار الله متعال مشکلتان حل کنه. ما فعلا امو کمک های اولیه رو برتان آوردیم دادیم، انشالله میتونین از او با یک چند مدت کوتاه استفاده کنین. ما چی میتونیم بر شما بکنیم؟ برتان ماشین های خیاطی بگیریم وقتی که مشکلتان دائمی حل شود، یا اینکه برتان چند پایه از ماشین لباسشویی بگیریم که شما لباس های مردم رو جمع آوری کنین، دو پرتین بشوین، دوباره پس باین از پیشم پیسه بگیرین. کدام کار با شما بهتر خوب است؟ یعنی مشکل ما اگه باشه مشکل کالاشی خوب است، مشکل ما یک کم وارد سبکتر است. مغز سرم چپ است، خیاطی یاد ندارم، کار مهم دیگر رو نمیتونم.
حد سینمی فکر زیاد و ذکر زیاد از خاطر این نظمی مشکلات زیاد بیخی میگم ما دیوانه شدیم بیخی فکر روانی برام ایجاد شده این ماشین کالاشی شاید برام خوبتر بهتر باشه. بسیار خوب ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در کنار ماشین خیاطی کمک‌های دیگه هم به شما بدیم و همچنان اتو هم داشته باشه جایی که اتو میشه و هم داشته باشه و بتونیم حداقل یک فرش چیز در این خانه هوار کنیم چون دوست ما از ما عثمان جان من تصویر میگیره از داخل خانه را فرشان بینی یک وضعیت و این یک حالت است بتونیم یک تغییرات در درون خانه شان بیاریم و ما کمک حتما میکنیم. تشکر زنده بخیر باشین کام مشاهده میکنین ان شاء الله ما کمال امانت دارین این رسالت حتما اجرا میکنیم.